إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. موضوع مرکزی صورت بیان آدابی بود که توسط از وحدت مسلمان ها برهم زده نمیشد، محفوظ و مسئول باقی میماند. واقعا در نظام مقدس اسلام احترام برای افراد دیگر در اجتماع خیلی رول مهم داره. آزار و اذیت یک افراد که در جامعه قطعی تو زندگی میکنه و او هم مسلمان باشه خیلی جرم بزرگ شمرده میشه. از همون خاطر است پیغمبر علیه الصلاة و السلام هم در احادیث خود در این مورد تاکیدات خیلی زیادی داره. قرآن کریم هم در این مورد به خاطر که اجتماع مسلمان ها برهم زده نشود، سبب پاشیده شدن جامعه نشود، دشمن پیروز نشود، در این مورد آداب را بر ما بیان میکنه که سبب وحدت مسلمان ها میشه. این آداب تعلق به حفظ آبرو، مال، ناموس و دین و عزت هر فرد مسلمان است. از همون خاطر از این به بعد انمو آداب بیان میشه که در اون مورد یا آبرو و عزت یک مسلمان لکدار میشه. باید اینطور چیزی از ما صادر نشود که سبب رنجش برای فرد مسلمان شود. چرا؟ رنجیدن فرد مسلمان کینه را در قلبش پیدا میکنه و کینه همون قسم بزرگ شده میره تا وقتی که دست به منازعه و جنگ میکشانه. از همون خاطر آیات قبلی در مورد حل مسئله دو طایفه بود که در بین خود منازعه داشتند. فرد سیوم مسلمان کدام مسئولیتی که داشت الله او را بیان کرد. خب البته این جمع کردن دو طایفه یا دو نفر به مبنای عدالت و انصاف باشه، در هیچ مورد طرفداری از یک گروه نشوه، بلکه هر چیزی که حق است به اونمو سیستم فیصله شوه. تعبیر خیلی جالب ای بود که انما المؤمنون اخوتون، کسی که صاحب ایمان است یکی با دیگه برادر و خواهر هستند. دین روز یکی گپ ای بود که تنها مردا با هم برادر است، زنا نیست. در این طور احکام تنها مردا ذکر میشه لیکن زنا قطعش قیاس است. یا کلی از یا مراد از مؤمنون مردای مؤمن نیست، شخصی که ایمان داره. شخص ایمان شامل مرد و زن است. از همون خاطر اخوت به اعتبار دین می باشه، نه به اعتبار نسب و گپا. اسلام یکی از برنامه‌های مهمش همی بود که اخوت‌ها یا اتفاق‌هایی که به مبنای قوم، نژاد، منطقه گپا بود کلش از بین برد و کلگی را در یک خط اسلام به هم جمع کرد. خط اسلام اونطور خطی است که راستی هم جمع کرده میتونه توده های پراگنده تمام مردم که در هر سرزمین زندگی میکنه امی توحید، عقیده توحید یا پذیرفتن نظام الله تبارک و تعالی کلگی را در یک خط واحد آورده میتونه. اما ای که ما اتحاد به مبناهای دیگه برقرار بسازیم، به مبنای تنظیم و نژاد و منطقه و این مفکوره ها هیچ امکان نداره، به خاطری که هیچ وقت یک امریکایی افغانی شده نمیتونه، افغانی امریکایی شده نمیتونه، یک نژاد والا نژاد دیگه شده نمیتونه. از او خاطر خط وحدت همیشه عقیده قرار داده شده و در اسلام به عقیده خیلی اهمیت داده شده. اصل تمام تعاملات و روح مساعدت و کمک کردن هم به مبنای عقیده باشه و این اصل اسلام است که بعد از این به خاطر اینمی تقویت دادن اینی اصل اسلام باید سر کسی تعارض نشوه، کسی تحقیر نشوه، با آواز یا القاب بد برش صدا نشوه، بدگویش نشوه، غیبتش نشوه، تهمت زدن نشوه. الله تبارک و تعالی بعد از اینمی آداب بر ما بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم، باری تکرار شده. زمانی که ندا به یا ایها الذین آمنو باشه اشاره میکنه که احکام آینده از مقتضیات ایمان است. یعنی ایمان تقاضای ازیر داره که آینده احکام باید حتما در تو موجود شوه و رعایت و لحاظ اینمی احکام آینده را تو باید بکنی. چرا؟ خود مؤمن تلقی میکنی تقاضای ایمان اینمی گپ است. از همون خاطر است اشاره به این میکنه، باریک اشاره که اگر کسی کارا را میکنه دعوای ایمان نشام نادرست است. چرا؟ از مؤمن صادر شدن همچه کارا قطعا این نادر و عجیب است که مؤمن باشه بازی کارا را بکنه. چرا؟
مؤمن خو کسی است که خود در برابر الله تبارک و تعالی متواضع و عاجز میپنداره، نه ای که خود بلند بتراشه و برتری جویی بکنه، تحقیر بکنه کسی دیگری را. چرا؟ در مقام قبولیت در درگاه الله شده میتونه کسی دیگه از این پیش باشه. از او خاطر الله این آداب بر ما بیان میکنه. یک کسایی که ایمان آورده، لا یسخر قوم من قوم، مسخره نکنه یک قوم از بالای قوم دیگه. در اینجا مسئله قوم چرا الله ذکر میکنه؟ اینطور نمیگه لا یسخر احد علی الاخر، یکی بالای دیگه مسخره نکنه. در زمان جاهلیت اساس تمام برتری جویی و خود کلان تراشی مسئله قومیت بود. کسی که در یک خاندان و خیل بود و خیلی خود کلان میتراشید. از امو خاطر الله تبارک و تعالی برای محو کردن اینی مرض که به مبنای عصبیت میشه و پیغمبر علیه السلام او را منتن نگفته، این چیزی بدبو هست، منع کرد الله تبارک و تعالی که یک قوم بالای قوم دیگه مسخره نکنه. مسخره ای را میگه که جانب مقابل تو حقیر میشماری، خود کلان فکر میکنی. از او خاطر اصل اساس یا مبدی از این تکبر است، خود کلان تراشیدن و دیگر حقیر شمردن. اینی را به نام مسخره یاد میکنه. الله تبارک و تعالی از این معامله منع کرد که ترکار نشوه. چرا؟ وجهش هم بیان میکنه، علتش است عسى ان یکون خیرا منهم، امید است یا نزدیک است ان یکونو که باشه امی قوم دیگه خیرا بهتر منهم، از امی قومی که مسخره میکنه. چرا؟ به خاطری که اگرچه در ظاهر و عیبناک معلوم میشه، به نظر تو حقیر معلوم میشه، اما در حقیقت و اینطور نباشه. چرا؟ انسان نمیتونه تشخیص کنه برتری یک کسی را، امو شخصیت یک کسی را. در ظاهر بسیار تو میبینی که کالای خراب داره، در ظاهر تو میبینی وضعیت خیلی خراب داره، اما تو چه میدانی که به الله چقدر نزدیک است و چقدر پابند دین الله است. روح تقوا در وجود از او موجود است. از او خاطر در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه رب اشعث اغبر، بسیار کسای ژولیده موی است، خاکالوده است که نظر ظاهریش سعی میکنی هیچ بر از او احترام قائل نیستی. خو لو اقسم علی الله لابره، اگر قسم به الله بخوره که این کار اینطور میشه، الله و قسمش پوره میکنه، یعنی او را در قسمش حانس نمیسازشه. البته اینجا مراد او ژولیده‌مویی نیست مثل ملنگای فعلی که در زیر پلاز زندگی تیر میکنه، یک تعداد مردم میگه این چیزی نگویی. الله تبارک و تعالی توری مردما را نه ولی جور میکنه. چرا؟ این مردما خلاف خط اسلام حرکت کرده. مراد از اشعث اغبره امو مردمایی هستند که و ظاهری حالاتشان زیاد کشوفش نداره و مراد از ژولیده‌موییش نیست که چرک و چټل باشه، یعنی خوب شانه نکرده، پیشن نکرده، اینی طور نکرده باشه. این مردمایی که نعوذ بالله تمام روز با نجاسات سر و کار داره، این مردم قابل قدر نیستن. چرا که یا خط اصیل اسلام اعلام کرده که عبارت از نظافت است، هم از نگاه عقیده و هم از نگاه ظاهری خود. اسلام به نظافت ظاهری خیلی اهمیتی و سزای داده. در اینجا برای ما واضح شد که یک قوم تو حقیر میدانی، اما به نزد الله تبارک و تعالی او معتبر باشه. این یعنی معتبر بودن قومیت به اساس نزدیکت به الله است. نزدیکت به الله به اساس فداکاری اونمو مسائلی است، اونمو احکامی است که الله برشان فرمان داده. یک قوم دو میبینی یک قوم بسیار خود کلان میتراشه، اما قوم دیگر را ببینی که وا هر روز در مدرسه داره، نمازخوانیش خیلی مکمل است، در اونجا قمار دیده نمیشه، شراب خوری وجود نداره، رسوم جاهلیت وجود نداره. قومی تو با وصفی که خیلی فابریکا داشته باشه، موترها داشته باشه، بلدینگا داشته باشه، اما قوم دیگه هیچ چیز نداره از نگاه ظاهری، کشوفش زیاد نداره، اما به الله خیلی نزدیک است. اما قوم میبینی که در منطقه خود مردم کم مردم میباشه به تعداد، لیکن میبینی 100 نفر شاگرد نگاه میکنه، درس قرآن و حدیث روان است. از امو خاطر است که یا قوم بالای قوم دیگه باید مسخره نکنه. و همچنان ولا نساء من نساء، معلوم شد که مراد از قوم اینجا مردان مراد بود، زنا را علیحده ذکر کرد. در او اموری که بیشتر زنا قتلش زیاد روابط داره، او را به طریق شخصی و علیحده الله ذکر میکنه. و یکی بعضی اوقات که توهم پیدا میشه که مخصوصی کسی است، اینی عمل، اونجا باز مسئله زنا را ذکر میکنه. اینجا مسئله
امی مسخره یا خود کلان تراشی در طبقه زنا خیلی زیاده است. از امو خاطر یا تمام عمر فقط به خاطر برترجویی نمی کارا را میکنه. در توی از او کده که کالای لکس نیست میپوشه که دیگه کسا برابری من نباشه، خود کلان میتراشه و دیگه را طعن میکنه که چی رقم کالا در جانش بود، چی رقم طعام پخته کده، چی رقم خاصیتش است. اینی گپا را زیاد میگه. از او خاطر الله تبارک و تعالی میگه ولا نساء من نساء، نه زنا بالای زنا مسخره بکنن، یعنی او را حقیر بشماره، خود کلان بتراشه، این کار نکنن. چرا؟ مومن خو وقتی بفهمه که معیار چی شخصیت، معیار بلند بودن یا ممتاز بودن تقوای الله تبارک و تعالی است. او تقوا تعلق به ایمان و دیانت داری تعلق داره. ایمان و دیانت داری تعلق به قلبم داره، به اعمالم داره و این تو به مشاهده کرده نمیتونی که واقعا یک انسان در کدام موقعیت قرار داره. از همون خاطر کسی را به باد مسخره نگیری. این اول امر بود. عسى یکن خیرا منهن، شاید یا قریب است که باشه اینمی زن دیگه، زنای دیگه بهتر منهن، از امی زنانی که دیگه را به مسخره گرفته. امکان داره امی زنی که تو نه کالای خوب داره، نه در جای میروه، نه تو سری از او چی نکو شده میتونه او شب تهجد میخونه، او تلاوت قرآن داره، تربیه اولاد خود درست میکنه، پابند برای حریم شوهری خود است، محبوب برای شوهر، وظیفه و مسئولیت خود خوب انجام میده، شده میتونه از تو کده بهتر باشه. از امو خاطر است که حالی یک تعداد زنا اگر مثلا در یک جای کار میکنه، یک مدال یک طرف میگیره و دیگه زنا بسیار برش حقیر معلوم میشه، میگه یا این چیز نیستن، خبر نداره که پیش الله این خیلی بهتر باشه از اینکه تو رفتی نافرمانی و معصیت از دستورات الله تبارک و تعالی کردی. مسخره به باد مسخره کسی را نگیره. دوم چیز ولا تلمزوا انفسکم، شما عیب نلگانه بالای نفسایتان. لمز میگه در دم روی کسی طعنه گفتن، عیب گفتن که تو این طور هستی. این طعنه گفتن مختلف است. اگر در شخصیت آدم اون تعلق داره، او دراز، او کوتاه، او لنگ، او کور، او شل، این طوری آواز میدی، او حرامزاده، این گپاره. یا است که به کلماتی که در مورد دینش عیب واقع میشه، او فاسق، او فاجر، یعنی طور، او کافر، او یهودی، او نصرانی، این طوری گپا، یا کمونیست. در حالی که تو در این مورد این عیباره دیدن نمیتونی، توی گپاره میگی اینی را طعنه زدن در دم روی است. یکی همز است، همز او را میگه که پشتی سرش تو عیب برش میلگانی، او از او منسه ویل لکل همزه لمزه. اونجا همزه و لمزه اردور الله بددعا کرده و بربادیش بیان کرده. اینجا میگه تعبیر جالب ای که الله میگه لا تلمزوا انفسکم، نفسای خود عیب نلگانی. هیچ کسی نیست که سری نفس خود عیب بلگانه. خب قرآن کریم تعبیر عجیب اشاره میکنه که ای مومن، عیب لگاندن بالای دیگه کس مثل عیب لگاندن بالای خودت است. چرا؟ به خاطر که در حدیث پیغمبر میگه المؤمنون کجسد واحد، کل مؤمنا حیثیت یک جسد داره. اگر یک جسد در بدن تو اگر سر یک عضو تو عیب میلگانی، او را طعن میگی، در حقیقت کلی جانت تو چی کرده ای؟ عیب لگانده ای. از همون خاطر مسلمان حیثیت وجودی تو را داره. تا وقتی که نمی انگیزه یا اینی احساس برات پیدا نشوه، مسلمان هم خود شمار نکو. چرا؟ مسلمان به مثل جسد واحد است. از او خاطر تعبیر به انفسکم کرد. یکی. دوم، نه اگر تو عیب بگوی کسی دیگری را، او هم عیب میگه تو را، پس تو در حقیقت سبب و ذریعه جور شدی برای عیب گفتن برای خودت. تو خود گرفتی در معرض عیب قرار دادی، چرا که عیب دیگر را بیان کردی و هم عیب تو را بیان میکنه. از او خاطر تعبیر میکنه که ولا تلمزوا انفسکم، شما نفسایتان، یعنی یکی دیگه تان عیب نگوی که تو به او بگوی او به تو بگوی. ولا تنابزوا بالالقاب، نخوانه یکی دیگه تان بالالقاب و لقبا. لقب عبارت از نام وصفی است که دلالت بالای مدح یا ذم میکنه. اینجا مراد القاب مذموم است، یعنی آن چیزی که نعوذ بالله حیثیت و آبروی او آدم لکدار میسازه، او را پایین میاره مرتبهش. اینی طور لقب گفتن این درست نیست. اینجا فکرتان باشه در این احکام بعضی استثناءات وجود داره. مثلا در اینجا مسئله لقب در وقت نادرست است که او خفا میشه و او واقعا در شان از او لکه را پیدا میکنه. اما لقب اگر برای شهرت بود، شناس بود، شناخت بود، باز بد نیست. از همون خاطر ما و شما در روایات حدیث وقتی که راوی حدیث میگیم کلمه عمش قطش میاد، کلمه اعرج قطش میاد،
کلمه مکتوم که عبدالله ابن ام مکتوم میگیم برش سیکو ای بخاطر عزیز که شناسایی شوه و ای در شان ازو کمی را وارد نمیکنه. در این صورت باز پروا نداره. در او وقت نادرست است که نیتی تو تحقیری ازو باشه و او هم سری ازو خفه میشه. اینی طور عیباره گفتن این درست نیست. این طور لقب یاد کردن به کسی درست نیست. خصوصا الله رحم بکنه این جامعه ما که قرآن ما را درس میده کلی از یکی برده دمی جامعه ما موجود است. یعنی آنقدر کلان تراشی وجود دارد دیگه مردم تحقیر کردن. شما ببینید اگر خواهر حجاب کرده باشه برش از دور و انتحاری اینطور یا برش میگه او شیخک او ملاگک، با کسی که ریش داشته باشه او صوفیگک، یعنی کلش القاب مذموم است و این حقیر دانستن طایف است. اگر یک کسی را حقیر به نسبت دینش بدانی نعوذ بالله، اگر به خاطر بد بردن حجابی را میتور گفتی، به خاطر بد بردن ریش میتور گفتی، کافر هستی نعوذ بالله. چرا که به یک امر شریعت تو توهین کردی، تحقیر کردی. با پیش مردمی گپا عادی است هر کدام. یا مثلا کلمه وهابیگک برات میگه، این کلمه تحقیر است به نزد مردم. اگر این را از حیثیت دین برات بگه باز کافر میشن. چرا که امر دین یا حقیر میدانه، سبک میدانه. امر دین ولو که مستحب باشه که کسی سبک بدانه کافر میشه. تحقیر در شان حکم اسلام ولو که مستحب باشه این کفر است نعوذ بالله. اما امروز آنقدر دامنه از این گسترده شده، مردم آنقدر نزاکت ها داره، آنقدر خودک بلند میتراشه که هیچ سوال نکو. او این القاب خو روزمره هسته، خصوصا در طبقه اکثر جوانا او دووس او آرامزاده، کسایی که اهل داره، خانم داره و در بین خود چی ما خیلی آزاد طبیعت هستیم. مرد به آزاد طبیعتی تو چی رقم آزاد طبیعت هستی که حتی در مورد ناموسی، در مورد دینی توی قدر آزاد طبیعتی داری؟ دین از این گپا ما را منع میکنه. چرا؟ به خاطر که این گپا باعث تفرقه، باعث ایجاد کینه، کدورت در قلب پیدا میشه. خود به خود فضای نفاق پیدا میکنه، جمعیت مسلمان ها بر هم میخوره، جمعیت در حال خود باقی نمیمانه. بی‌س الاسم الفسوق بعد الایمان. دو تفسیر داره، خیلی بد است اون نامی که دلالت بالای فسق میکنه. اسم فسوق یعنی نامی که دلالت میکنه بالای فسق، اوتور نام بسیار بد است بعد الایمان. یک کسی که مؤمن شد، ایمان آورده، بعد از او باز تو ایگه پاره در مقابلش استعمال میکنی که دلالت بالای فسق میکنه، بسیار بد است. یک ترجمه اینم است. از همون خاطر اگر کسی مرتکب یک گناه و عیب شده باشه، بعد از او توبه کرده باشه، تو به او نام او را یاد نمیکنی و امو گپ برش یاد نمیکنی. چرا؟ او توبه کرد، آلی رجوع کرد و او خفه میشه به او نام برش یاد نمیکنی. یک ترجمه است. دوم ترجمه خیلی بد است نام فسوق، یعنی که سبب فسق میگرده پس از ایمان. تو مؤمن هستی، تقاضای ایمان است که کمال احترام و عزتمندی را برای برادر مسلمانت قائل باشی. او تو میگی نعوذ بالله آن چیزی را که سبب فسق تو میشه، تو خودت در گناه واقع میشی توسط اینام، این برای تو مناسب نیست. خلاصه سخن است که موجودیت ایمان هم در جانب مقابل حیثیت او شخص بالا میبره و موجودیت ایمان هم برای تو یگانه مانع است که همچو القاب استعمال بکنی اگر ایمان باشه. از همون خاطر است که بسیار سخت گپ است که الله میگه بعد از ایمان، یعنی بعد از ایمانی طور کار. یک کسی مؤمن است و تو لقبی بد برش میگی، یا توی مؤمن هستی و به مردم لقبی بد میدی، این بسیار سخت است. ایمان تقاضایش نیست. چرا؟ ایمان از تو تقاضا داره که احترام متقابل قائل باشی برای از او، شخصیت از او را. چرا؟ شخصیت خود نمیخوای عیبدار جور بکنی، کسی برات بد بگوید. از دیگه مسلمان هم همونطور نیست. چقدر خوب پیغمبر در یک حدیث خود چقدر خوب میفهمه که لا یؤمن احدکم، مؤمن نمیگرده یکی از شما حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، تا که به برادر خود امو چیزی را بپسنده که برای خود میپسنده. ببینید چقدر کلمه جامع است. هر چیزی که برای خود میپسندی برای برادرت بپسند. به خود علم میپسندی به دیگه کس، به خود عزت میپسندی به دیگه کس، به خود لباس خوب به دیگه کس، به خود خانه خوب به دیگه کس، به خود کسی برای تعرض نکنه بعد به کسی تعرض نکنی. کسی را خوش نداری تو را به نام بد یاد بکنه، گاهی هم همین کارا نکن. یک کلمه پیغمبر علیه السلام چقدر جامع است. اگر واقعا ما در زندگی خود عمل سرش بکنیم، بس حقوقی بشر امروز مواد میکشه که اینی ماده چی شوه؟ حفظ احترام افراد جامعه شوه. ما میگیم نه، یک حدیثی پیغمبر کلی قوانین حقوقی بشر در بر میگیره، کلی قوانین.
یک حدیث پیغمبر، یک کلمه. خب با تاسف امروز سر از هیچ بحث نیست. ما فقط گبی کدام معیار اخلاقی مسلمانان بیخی وجود نداره. چرا؟ علتش این نمیسته که ما سر و کار با دین خود زیاد نداریم، دین خود اصلا نشناختیم. معیار فقط اینمی کش و فش ظاهری را قرار دادیم، سری و نمازو روان هستیم، فخر میکنیم، سری و نمازو ناز میکنیم، نعوذ بالله. دیگه چیز باقی نمانده امروز. اگر ایمان باشه درگپا قطعا نمیشه. الله تبارک و تعالی چقدر سخت تعبیر میکنه و من لم یتب، اگر کسی توبه نکرد، رجوع نکرد از همچو گفتارا، بازم قرآن چقدر برای ما چیسته الله تبارک و تعالی رحمت خود در قرآن بیان میکنه. سری همی قدر گپام شده میتونه یک آدم در ناگاهی نمیفهمیدیم اینی گپا بوده، تا که خود انسان نشناسه بسیار بری خود همینطور بلند معلوم میشه. وقتی خود انسان بشناسه تو کیستی، از چی پیدا شده، کدام طرف حرکتیت است، آخر تو را چی میخوره، بدنیت کدام طرف میشه، تو کی هستی. زمانی در وجود خود خوب فکر بکنی برات حیثیت خودت معلوم میشه. اینجاست که انسان یک کمی گبی کدام خوی خدا میخوره، متوجه میشه که والا ما بسیار از حد تجاوز کردیم، مردم حقیر دانستیم، کلان تراشی کردیم. خب بازم الله تبارک و تعالی توبه را قبول میکنه. وقتی شنیدی از معلومات حاصل کردی، آلی بعد رجوع بکنی، سابقی گپا را گفتی بالکل از پیشش ندامت و اظهار پشیمانی بکو، امیالی دستی امی گپا را ترک کو، آینده عزم کو که من این کارا را دیگه نمیکنم. اینی را توبه میگه. فاولئک هم الظالمون. اگر کسی توبه نمیکنه همینطور دوام میده تو اعماله، سر ازی که معلوماتی کافی برش حاصل هم میشه، این مردم بسیار ظالم است. یارا ظالمون میگه. تجاوز در حق دیگرا کرده، شاید در جای خود نگذاشته. ظلم امیره میگه که شاید در جای مناسبش نگذاری، ایره به نام ظلم یاد میکنه. فاولئک، اصل ظالم اینمی مردم هست که اکتفا به حقوق خود نکرده، تجاوز نعوذ بالله سر حقوق دیگرا کرده، راضی به این نیسته که الله بری از این کدام حق داده. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. سه ادب دیگه که هر کدامشان سبب بدبختی جامعه میشه، تفرقه و نفاق پیدا میشه. البته هر سه یکی سبب دیگه است. وقتی گمانی بد سری کسی از تو پیدا شوه، در جستجوی ازی میشی که عیبش پیدا کنی، که وقتی عیبش جستجو پیدا کردی، آلی غیبتش کرده رویستی. الله تبارک و تعالی از این طور خاصیت و خصلت تو را منع میکنه که نه. چرا؟ مبنای صمیمیت جامعه به خوشبینی است، به اعتماد است. هر کس بالای دیگه اعتماد خوب داشته باشه. از همون خاطر در حدیث پیغمبر میگه المؤمن غر کریم. مؤمن ساده است، عزتمند است، شرافتمند است. سخن دیگه کسا میپذیره، او که برش اظهار اخلاصمندی میکنه بالکل میپذیره. از همون خاطر است که بعضی مردمای نعوذ بالله که جاسوسی ظالما را میکنه، به یک مسلمان وقتی که یک چیز اظهار میکنه و باز کل حالات خدا برش میگه. علت او اینطور فکر میکنه که ما وارثیام، یعنی ما ضررم به کسی نمیرسه، از همون خاطر حقایق بیان میکنه. از همون خاطر است هر کس اگر منافق باشه سری دیگه گمان منافق داره، اگر خیانتکار باشه سری دیگه نفر چیسته گمان خیانت داره، اگر راست باشه سری دیگه هم همینطور گمان راستی را داره. از اول چیزی که سبب ایجاد اینمی غیبت و عیبجویی میشه مسئله گمان است. قرآن بر ما میگه یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده اجتنبوا کثیرا من الظن. خدا نگاه کنه از بسیاری گمانا. بسیاری به خاطر میگه یک تعداد گمانا ممدوح است. گمان بالای الله تبارک و تعالی که بخشنده و آمرزنده است، خب گمان است. گمان بالای برادر مسلمانت که آدم نیک است، خیانت نمیکنه، پابند است، این خب گمان است یا خب گمان است. گمانای ممدوح است. میگه بسیاری از گمانا شما خدا نگاه کنید کدام گمان، این بعض الظن اسم، بعضی گمانا گناه است. او گمانی که در صدد ازی میشه که پشتی جستجوی عیب شخصی کسی شروع میکنی، سری از او گمانی بد داری که نه ای آدم اینطور است. مسلمان برای مسلمانی طور است، هرگاه سخنش خطا میره، اگر یک محمل درست برایش موجود باشه، اما گپیش سری محمل درست حمل بگو که اینی معنای گپیش است. اگر او یک کار انجام داد، تو گمان نیک بکو که بینمین نیت انجام داده باشه، یعنی تو تلاش بکو که او را عیبناک نسازی، پشتی ازی نگردی، ایره نکنی. چرا؟ که وقتی گمانیت پیدا شد باز تو در جستجوی عیب میشی. قرآن برای ما میگه ولا تجسسوا، تجسس نکنی. تجسس اینمی را میگه
اموری پوشیده مسلمان ها را خصوصا که در شخصیتشان تعلق داره واره شما جستجو نکنی، تلاشی نکنی که چی شده چی نشده. الله تبارک و تعالی چقدر امنیت در یک جامعه، خوشبختی در یک جامعه وقتی است که همه اموری که مربوطی توسته او بالکل قطع تو باشه، راز تو به کسی افشا نباشه. اون وقت تو احساس امنیت میکنی. اگر نه که راز تو افشا میشه باز احساس امنیت نمیکنی. شما ببینی یکی دستورات اسلام است، یکی دستورات این دنیای کفر است که داد از حقوق بشر بزنه. خو لیکن پشت ادناترین موضوعی که در بین زن و شوهر در یک خانه تیر میشه یا جستجو کرده تلاشی کرده تا که امو قدر گپاره یا پیدا بکنه. حکم اسلام ببینه و حکم کفار ببینه. دموکراسی لعنتی چی فرمایش میده؟ میگه اینمی در خانه ها باید جاسوسا تیت شوه، زنا حتی خشوع و سنو هم که در بین چی؟ در بین خود کدام گپ و گفتاری داره نزاع تیر شده او باید بر ملا شود در رادیو اعلان شود. این مشکل حل میکنه؟ این مشکل حل نمیکنه. او زنی که یک دفعه مصاحبه داد که خوشی منطور میکنه شوهر منطور میکنه خب میکشه. تو خب به مردم جنجال پیدا کرده رایستی. این توسط مرکز خانه امن مردم اصلاح نمیشه. اصلاح مردم توسط تلقین اینطور عقاید میشه که قرآن در این مورد چطور میگه. تا وقتی که عقاید در قلب مردم جان نداده مردم اصلاح نمیشه. به الله قسم که 1000 بندی خانه 1000 خانه امن جور کنه اگر ایگه پا جور شود، تا وقتی که عقیده خود انسان احساس خود انسان جور نشود، او احساس مسئولیت بکنه که من در برابر فامیلم، در برابر اولادم، در برابر همسایم چی مسئولیت دارم. او توسط دین بیان میشه. دین بر ما میگه قرآن این است که در مورد یک فرد مسلمان تو چی رقم گمان باید داشته باشی، چه قسم گمان داشته باشی. یک فرد مسلمان بیگانه چی جای از اینکه شریک زندگیت باشه، چی جای از اینکه شوهرت باشه، چی جای از اینکه در خانه زندگی میکنی قصور و خشوعت باشه، چی جای از اینکه ایوارت باشه، زن ایوارت باشه، خواهر و برادرت باشه، در مورد ازو چطور گمان باید آدم داشته باشه. لیکن فرق است بین فرمودات و دستورات اسلام و اونمو قوانین وضع شده حقوق بشر. این ببینه که چقدر فرق است. جنجال برپا میکنه یا از بین میبره. جنجال برپا میکنه. چرا؟ یا جاسوسی کرده رایسته. کل مسائل ما و شما در رادیو بی بی سی و رادیو آزادی پخش شده رایسته. خانه به خانه گپاره جستجو کرده، تلاشی کرده، او گپاره برای ما بیان میکنه بیرون. چرا؟ چی ضرورت است؟ تو خو زندگی شخصی مرا به امن باقی نماندی، او را افشا کردی، به مردم بیان کردی. دیگه من چطور احساسی امنیت بکنم؟ دیگه را خوب بگذار. امنیت چی را میگه؟ مهمترین امنیت اونموسته که در مسائل شخصی انسان برمیخوره که کسی سرکار به تو نداشته. اتاقیت است، خانه‌ت است، کسی بری تو سرکاری نداشته باشه. البته مانع ظلم شوه، اینطور نیست. این موضوع تجسس که در این مورد آیا جاسوس اگر مقرر میشه این چه حکم داره؟ این را میگیم براتون. او در موضوعی که تو میفهمی آل اجتماع برهم میخوره، نظام برهم میخوره، دولت متزلزل میشه. توسط چی؟ توسط افراد مخرب، نعوذ بالله. اونجا حکومت اسلامی است، آلی نفر مقرر میکنه که در کدام جای میبینه که آلی در اجتماع ضرر زیاد میرسه اونجا میتونه که او جاسوسی کنه، این تجسس کنه، تلاش کنه. اینی به کدام نیتی کارا را کرده رایسته؟ این چرا؟ این چند نفری جوان در زیر پل چی میکنه؟ یا چی وظیفه داره؟ پشتش شوه. اینی مردم همیشه در اینمی مرکز داخل میشه. چی هدف داره؟ چی برنامه داره؟ این باید شوه. این در اسلام وجود داره. پیغمبر علیه السلام او را به شخص جاسوس به نام عین یاد میکرد، یعنی یک تیکه چشم که او برای کل حالات ببینه. این به خاطری درست است که این در آبرو و شخصیت مردم بر نمیخوره. این برای جلوگیری از او خرابی هایی است که در اجتماع و در مجموعه مسلمان ها واقع میشه، جلوگیری از او میکنه. از او خاطر تجسس نکنی. یک، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنه بعضی از شما بعضی دیگر را. غیبت نکنه. غیبت چی را میگه؟ سه لفظ داریم، یکی تهمت است، یکی افک است، یکی غیبت است. اگر کدام عیب یا صفت مذموم دو شخص است و تو بیانش میکنی، این غیبت است. بس در صورتی که او آگاه شوه و توی کار گفته ای، او سرت خفا میشه.
اینی را غیبت میگه. یکی طور است که عیب کسی را کسی دیگه برات نقل کرد، آلی تو را شایع کرده رویسته، این را افک میگه. افک میگه مثل که در سوره نور ما و شما تیر کردیم. یکی طور است که هیچ چیزی در او وجود نداره و تو عیبی از این را بیان کرده رویستی در این مجلس، او را تهمت میگه. ارسش در قرآن کریم مضموم ذکر شده گناههای کبیره است، تهمت، افک و غیبت. بلکه قرآن در این مورد سخترین تعبیر داره که غیبت چی را میگه. الله تبارک و تعالی میگه ایحب احدکم، آیا دوست داره یکی از شما ایاکل لحم اخیه، که بخورد گوشت برادری خدا، میتن در حالی که مرده باشه، فکرهتموه، پس شما خود بد میدانید امی خوردن یا امی گوشت یا امی مرده را، یا شما بد میدانه امی غیبت. کسی دیگری اگر عیب شما را بیان کنه بسیار بد میدانه، خیر تو چرا از دیگر را بیان میکنی؟ 4 احتمال در فکر احتمال است، تشریح میکنیم براتان. قرآن برای ازی که مذمت و بدی و زشتی ازی خب در دماغ ما جا بگیره و ما گاهی مرتکبی عمل گناه کبیره نشویم، تشبیه داده. آیا یکی از شما خوش داره که بخوره گوشتی برادری چی؟ مرده خدا؟ سعی کنی آبروی برادر، آبرو و عزت یک کسی، این به منزلی چیسته؟ به منزلی گوشت برادر است. خود آدم برادریت است، آبرویش به مثل گوشت برادریت است. اگر تو آبروی از او را میریزانی به غیبت، مثل که گوشت از او را میخوری. تشبیه به برادری مرده چرا داده؟ به خاطر ازی داده که برادری مرده وقتی که تو قطع میکنی گوشتش، اگر چه احساسی درد نمیکنه، احساسی علم نمیکنه، لیکن این کار به عزتی مرده هست. در نظام مقدس اسلام و در جاهلیت مسله کردن، بینی بریدن، گوش بریدن، اعضای بدن بریدن، ای بسیار قبیح عمل است. وگرنه به مرده چی؟ او خو حالی برش این تکلیف میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه برش. خو لیکن بی عزتی مرده است. در شان مرده تو بسیار بی عزتی کردی، خیلی زیاد توهین کردی او را. اینجام امی آدم به مثل مرده واره، از خود خبر نداره، غایب است که از خود دفاع بکنه، او تو غیبتش کرده رایستی. از خاطر تشبیه به مرده داده. یک وجه. دوم وجه، اگر برادرت مرده باشد تو کمال احترام برش قائل استی، آخری حالت برادریت است و کمال دلسوزی سری حال ازی داری، چرا که وفات کرده. از امو خاطر از تو ازی دفاع میکنی، کفن برش میدی، غسل برش میدی، میبری، ایره با عزت گور میکنی. لیکن عجیب است در موقعی که قابل ترحم است، تو بدی و نعوذ بالله حالت زشت از او را بیان کرده رایستی. تو باید برادر مسلمانت که غایب است از او دفاع بکنی. اگر کسی در شان از او سخنی غلط میگه، تو باید دفاع بکنی، نه که تو نعوذ بالله عیبای از او را بیان کرده برای دیگر استی که سبب دشمنی با او میشه، یا سبب تفرقه با او میشه، یا سبب جنگ و جدل با او میشه. این کار نکن. فکرهتموه، شما بد میدانه امی خوردن، امی طور خوردن هیچ کس نمیخواه که گوشت برادر مرده خدا بخوره. چرا؟ در وقتی که هیچ چیز پیدا نشه، مرداری حلال است برای آدم که گوشت گوسفند دیگه پاس، نه که گوشت برادر خدا آدم بخوره. در مو حالتی که بالکل در مرگ نزدیک میشی دیگه چیز پیدا نمیشه، خاص مرداری الله برات مباح کرده، نه از گوشت برادر. یکی فکرهتموه، شما امی گوشت خیلی بد میدانه. چرا؟ در شان برادرتان کمال بی‌عزتی میدانه، کمال بی‌عزتی میدانه. او اینجا چرا اینطور غیبت میکنی؟ این کمال بی‌عزتی از او نمیدانی؟ یا ایسته که خودی چیسته امی مرده را شما بد میدانه. چرا؟ آلی مرده را زود زود از خود دور میکنه که بوی نگیره. اینی قسم شما غیبت از خود دور کنه که نعوذ بالله دهنتان بدبو میکنه، حیثیتتان بدبو لکدار میسازه. این کار نکنه. این بسیار تعبیری خیلی سخت است، شدید است که الله تبارک و تعالی کرده. در حدیث پیغمبر علیه السلام در مورد تمام اینمی خصلتایی که قبلا ذکر شده بسیار وعیدای سخت آمده، بسیار سخت آمده. از همون خاطر در کتابای حدیث یک باب است در مورد ازی. غیبت به خود باب داره، تجسس باب داره، زن باب داره، لقب به کسی ماندن باب داره، او در موردش وعیدات سخت آمده. علتش است
که احترام سخت برای برادر مسلمان داشته باشه که سبب وحدت است، سبب صمیمیت است. اجتماع به امن وقتی باقی میمانه که بالکل او احساس بکنه که آبروی ما، مال ما، عزت ما، ناموس ما، دین ما بالکل به امن است، کس برش تعارض نمیکنه. اینی را میگه معاشره و اینی را میگه زندگی اجتماعی. زندگی اجتماعی طور میشه. در اینجا غیبت یکی به طریق مشوره هست. غیبت از دو شخص غیبت کرده میتونی. یکی کسی که گناه را آشکارا میکنه و با یاد کردن از او خفم نمیشه، چرا خودش گرفته دمی گناه مبتلا کرده، گناه از او را یاد میکنی با این خاطر که مردم دیگه از او خدا نگاه کنه. این غیبت شمرده نمیشه، بالکل درسته است. یک آدم میایه از تو سوال میکنه فلان همسایت من قطع شریکی دکان میگیرم، حالی اگر کدام عیب دو باشه برای از او برملا میکنی، این برای تو جایز است. منظوری تو تحقیری از او نیست، بله اگر امینجا منظوری تو تحقیری از او باشه، مشوره نیک دادن به او برادرت نباشه، باز غیبت است. لیکن اگر منظوری تو است که اینی آدم خیلی دیندار آدم است، حالی اگر این همسایه ما که خیانتکار است، دزد است، قطعی معامله بکنه، در این صورتی خود تباه میشه. اول مستشار مؤتمنون، کسی که از پیش طلب مشوره میشه مؤتمن است، او سری تو اعتماد کرده. امی قسم اگر دختر طلب میکنه، حالی تو برش میگی که در فلانی بچه چطور هستی دختره، تمام عیبا اگر در او بچه موجود باشه تو گفته میتونی. چرا؟ منظوری تو تحقیری از او نیست، منظوری تو حفظ او برادر مسلمان دیگه است از ضرری از این را به نام غیبت باز گفته نمیشه. از همون خاطر اسماء و رجال محدثین ناقدین که واسری راویات تحقیق میکنه، راوی را میگه متهم به کذب است، راوی را میگه وضاع است، راوی را میگه کذاب است، منظوری از او تحقیر یا دشمنی قطع از او نداره. چرا؟ یکی از یک مملکت است، دیگه از دیگه مملکت است، هیچ روابطی نزدیکی نداره که با هم دشمنی بکنه. منظوری از او حفظ امت اسلامی است، از اینکه از حدیثای دروغی از یا مردم خطا در دین نشوه، از او خاطر و نقد کرده. اینی نقدم به نام غیبت یاد نمیشه. چرا؟ اینی را میگه حالات استثنایی. اینی حالات استثنایی است از غیبت و همچنان از تجسسی. در صورتی که تو میبینی حالت خراب است، نفر مقرر میکنی که حالات بررسی کنه که سبب تخریب اجتماع نگرده، برای حکومت اسلامی، امن جامعه، برای نظم جامعه تو میتونی تو نفرها را تعیین بکنی که حالات جمع کنه. در غیر از او در شخصیت و آبروی کسی تعرض نکو، گمانای بد نکو، غیبت نکو، بلقب بد او را یاد نکو، مسخره و تحقیر نکو، او را برادری خود بشمار. برادر انما المؤمنون اخوتان مفهوم زیاد داشت. برادریت بود عیبش در تو میلگه، امتیاز و برتریش به تو برمیخوره. برادریت است در وقت ضرورت تو قطعش کمک میکنی، از یک پدر و مادر تولد شده، امتیاز نداره. اینی طور اما مفهوم اخوت مکمل دینمی آیاتای بعدی مجسم میشه که اخوت چی معنا داره. اخوت همین معنا را داره، برادر از برادر دفاع میکنه، برادر از برادر نقصش نمیورداره، عیبش نمیورداره، قبول نمیکنه. یکی بالای دیگه امتیاز نداره، از یک پدر و مادر پیدا شده. روح کمک کردن و مساعدت در بینشان است. همیشه دردمند یکی دیگه میباشه. مومن با مومن اینمی قسم حالت داره. پیغمبر علیه السلام در حدیث را به یک حدیث برای ما بس کفایت کرد که چیست؟ در یک حدیث میگه پیغمبر المؤمنون کجسد واحد، مؤمنا به مثل جسد واحد است. ان اشتکا چیست؟ عینه اشتکا کله. اگر چشم شکایت میکنه کلی بدن در شکایت میاد. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضو نماند قرار. اصلا ترجمه امی حدیث است. در یک حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام المؤمنون فی توادهم و تراحمهم، مؤمنات در محبت خود، در یک بال دیگه شفقت خود که جسد واحد است. اونجا پیغمبر علیه السلام در یک حدیث که بنیان واحد یشد بعضه بعضا، او به مثل یک تعمیر واحد است که یک خشت قطع دیگه خشت یک جای شده تعمیر شده. واقعا اگر مومن قطع مومن دست به دست نده، یک کمک و همکاری نکنه، تعمیر جور شده نمیتونه. تعمیر اونمو چیزی است که انسان از سردی از گرمی مکمل نگاه و مسئول نگاه میکنه. مومنا اگر اینطور یکی با دیگه دست به دست خود نده یا حیثیت تعمیر پیدا نمیکنه که مسئول باقی مبانه از شر دشمن. از همون خاطر است که روح همدردی و همکاری باید در وجود هر مومن دیده شود. از اون خاطر قاعده قرآن است که هرگاه احکام ذکر میشه،
قرآن نمیگه که اینی جریمه مانده مگر کسی خلاف ورزی از این رکعت ما جریمه میکنم، اینی قم جزای بندگیری و زندانش مقرر شده. قرآن بسیار اینطور متوجه میسازه انسان، میگه واتقوا الله، بس از الله بترسه. واتقوا الله چیست؟ تو را بیدار میکنه که مؤمن اینطور جاسوسای الله است، اینطور اسکرای الله سری تو موظف است که پرسان نکو، حرکتی تو را حساب میکنه، ثبت میکنه. از الله تو پنهان نیستی. واتقوا الله. فرق است بین قوانین دنیا و قوانین اسلام. قوانین دنیا و از نیروی خارجی کار میگیره، الا جریمه را سخت میکنه، چیست؟ بندگیری را، زندان را سخت میکنه. لیکن اسلام اونطور نیست. اسلام میگه واتقوا الله، از او ذاتی که تو را پیدا کرده، پیش از او رفته نیستی، از هر حالتت خبر داره، از نیتت خبر داره، از کارت خبر داره، از کردارت آگاه است، از او بترس. از امو خاطر است که بهترین مانع تقوا عبارت از اینمی است، امو پدیده یا امو انگیزه که در وجود توست و تو را وادار به اعمال نیک میساز، از بدین نگاه میکنه، اینی تقوا است. الله برات میگه واتقوا الله، از الله بترسید. در این موارد کلش الله را لحاظ کنی، فرمان الله را در نظر بگیری. ان الله تواب. بله انسان خو بسیار چی است؟ غافل است، انسان بسیار خطاکار است، مقصر است. بعضی اوقات از انسان گپای تو بالا میشه، انسان باید زودی که پشیمانی اظهار کنه، رجوع به الله بکنه. ان الله تواب الرحیم. یقینا الله توبه قبول کننده، رحم کننده است. هم توبه تا قبول میکنه، هم رحم سرت آینده میکنه، هم گناه تا بخشش میکنه، تو را هدایت میکنه. هر کسی که قدم طرف نیکی میمانه، الله دیگه قوت برای نیکی برش میده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر. تمامی بدبختی ها، اینمی رقم بدبختی ها ناشی از یک فکر است. او فکر چیست؟ خود برتر دانستن. بس که من بسیار در مقام بلند قرار دارم، ارزشم خیلی زیاد است، دیگار حقیر شمردن. او این پیدا از این میشه که معیاری برتری را تو مادیات دنیا را، مال دنیا را، قوم، نسب، این گپا را تو میدانی. از او خاطر الله برای ما میگه که چیزایی را که شما برای خود معیاری برتری میدانی، او معیاری برتری نیست. معیاری برتری در پیش الله هست که چی چیز است که او تقواست. پشت سر برای ما میگه. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام در یک موقع، نه حتی در حجت الوداع که مهمترین احکام اسلام اونجا گفته لا فضل للعربی علی عجمی ولا لعجمی چیست علی عربی. هیچ فضیلت و برتری از عرب بالای عجم نیست، از عجم بالای عرب نیست. برتری کلش تعلق به تقوا داره. هر کس که در خدمت دین الله قرار میگیره، با هوش و گوش مکمل وجودی خود تسلیم فرمان الله میکنه، در وجودش واقعا روح تقوا موجود است، اونمو مردم به الله تبارک و تعالی نزدیک است. و می معیاری برتری است. این معیاری برتری است، این معیار برتری نیست. در زمان جاهلیت همیشه میره میگفتن یا از قومی ما نیست، یا از جنس ما نیست، خصوصا مشرکین نعوذ بالله. در شان بالله را میگفت، میگه از این زاغی سیاه کده دیگه کسی نه پیدا نکرد پیغمبر که در سری با امر میکرد که میبرامد آزان میگفت. نعوذ بالله. چندین مراتب با پیغمبر علیه السلام نامدن، نگفتن که امیر ریزه پاش از خود دور کوی، غلاما و نوکرار از مجلس دور کو که ما قطع بیاییم. ما نمیخوایم که در وقت حضور ازیا قطع تو مجلس بکنیم. چرا؟ خود برتر میشمردن، خبر نداشتن که اصل برتری معیارش کدام است. قرآن بر ما میگه یا ایها الناس، ای مردم، کل مردم و بشریت الله خطاب میکنه انا خلقناکم من ذکر و انثی. چرا یکی تان سری دیگه خود بالا میتراشید در نژاد، در قوم، کلیتان از یک پدر و مادر هستی. این دو مطلب داره. یک مطلبی راجح است، از یک آدم و حوا علیهم السلام است. خلاص در یک منبع و مصدر میرسه، چی برتری داره؟ این راجح است. یا از پدر و مادری نزدیک خودیتان هستی، چی برتری داره؟ پدر و مادریتان خود فرشته نیست، همین انسان است. و هم انسان بود، تو هم انسان هستی. و جعلناکم شعوبا. بله، یکی شما خاندان و خیل جور شده، رنگا تفاوت کرده، زبانا تفاوت کرده. این را بخاطر و جعلناکم، مگردانیدم شما را. تغییرات در نسب از جانب الله هست. این دوست و اختیار خود انسان نیست. این تغییرات در نسب چرا آورد الله؟ شما را گردانیدم شعوب، نژادها، خاندانها، قبایل، قبیله ها،
لتعارفوا که یکی شما در بینتان آشنایی حاصل شود، شناسایی حاصل شود، یکی دیگر را بشناسه. از همون خاطر است نسب از جانب الله تعیین شده. کسی که خود منسوب به یک نسب دیگه میکنه پیغمبر او را لعنت گفته. لعنت الله برای کسی که این اولاد یک کس است خود منسوب به دیگه کس میسازه. این بسیار لعنت سرش گفته شده. چرا؟ دیخو این معیار نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا معززترین شما به نزد الله تبارک و تعالی اتقاکم خیلی متقی ترین شماست. عجیب عبارت است. ان اکرمکم، معززترین شما، یکی مطلق عزت است، مطلق کرامت است، به کل بشریت است. به نسبت کل موجودات الله به انسان کرامت داده، ولو که کافر است کرامت داده. بعضی توده ها امی کرامت خود نگاه میکنه و بعضی نگاه نمیکنه. بعضی کرامت خود دیگم ترقی میده که حتی مرتبهش از ملائکم بالا میره. خب بعضی آنقدر ذلیل میکنه خود که از حیوانات قدم پست میشه. اولئک کالانعام بل هم اضل. اونو مردمایی هستن که از وسایل که الله براش ارزانی کرده از او کار نمیگیره، از گوش، از هوش، از چشم، از این گپا کار نمیگیره. رای که الله براش پیشنهاد کرده او را نمیپیمایه. نعوذ بالله خوی بهیمیت و نعوذ مال بودن به خود میگیره. امروز دنیای غرب ببینه کل عاداتشان، کل اخلاقشان فقط بهیمی است. بهیمی ماند چهار پا چیست؟ مال وارث، خوردنشان، نوشیدنشان، ازدواجشان، خوشعیش گذرانیشان، جمع کردن مال بدون از اینکه تفریق کنه بین حلال و حرام، کلی گپایشان فقط زندگی حیوانی است، انسانی نیست. این طور مردما باز از حیوان کردن پست میشه. چرا که حیوان مسئولیت خود در برابر الله ادا میکنه یا ادا نکرده. قرآن میگه که اکرمکم، معززترین شما عند الله، به نزد خود شما نه، به نزد خود شما. خب پیش مردم اگر کسی خب فلان وزیر است، فلان رئیس است، فلان پاچا است، فلان از فلان قوم است، فلان مالدار است، این معیار است پیش شما. یکی به نزد الله تبارک و تعالی است. عند الله، به نزد الله اتقاکم، متقی ترین شماست. اتقا اشاره به این میکنه که تقوا مراتب داره. هر کس که خیلی متقی است، خیلی متقی در میدان تقوا پیشتاز است، او به نزد الله خیلی چی است؟ معزز است. بس کل سرحدا و مرزایی که نعوذ بالله مردم ایجاد کرده بودن اسلام کلش از بین برد. نه نژاد ما، نه منطقه را، نه لسان، نه نسب، نه قوم، هیچ جیگه پا نه. فقط و فقط معیار تقواست. تقوا کنم نیرویی که در وجود تو را از نواهی منع میکنه از هر چیز و تو را امر میکنه، باعث میسازه که تو این مامورات انجام بده. تقوا چی را میگه؟ مبارزه با شهوت، مبارزه با شبهه، مبارزه با رسم و رواج، مبارزه با کفر و شرک، مبارزه با شیطان، مبارزه با نفس، مبارزه با کفار. هر طرف سری تو حمله میشه او تو دفاع کرده رایستی. اینی را تقوا میگه. اینی را تقوا میگه. یعنی نفس تو را میگه خدا کلام بتراش، تو را چی شده؟ لیکن تو مبارزه میکنی که نه، ما به او سویه یا به او مرتبه نرسیدیم. اینی را میگه تقوا. الله نصیب کلگی بکنه. خوی تقوا را کی عملی کرده میتونه و کی به الله نزدیک شده میتونه. معیار تقوا بود به نزد الله شده میتونست که تو سری کسی رشخند میزدی او پیش الله خیلی متقی تر باشه، خیلی به الله نزدیک تر باشه. ان الله علیم خبیر. ان الله، بله اینجا سوال وارد میشه که علم هم خود سببی شرافت است، عزت است. در قرآن هم ذکر شده، در دیگه آیات های قرآن آمده. جواب است که تقوا عمل به علم میگه. تقوا چی میگه؟ عمل به علم. از او خاطر منافات نداره. اگر علم بلا عمل بود هیچ حیثیت نداره. علم بلا عمل هیچ حیثیت نداره. علم وقتی درجه پیدا میکنه، امتیاز پیدا میکنه که عمل داشته باشه. یا است که سببای تقوا دوسته، یکی سبب قریب است، یکی سبب بعید است. یعنی سبب کرامت یا شرافت انسانی دو چیز است، یکی قریب که تقوا است، یکی بعید که علم است. فرق نیست در بین هر دوش. از علم شروع میشه، خود به خود تو دو درجه میرسی که تو متقی جور میشی. چرا؟ تقوا خود گفتیم که همون نیروست. نیرو از چی پیدا میشه؟ از زیاد معلومات در مورد الله، از زیاد معرفت با الله. که معرفتت با الله کامل میشه، اما قدر خشیت الله در قلب تو جا میگیره. آلی دیگه محتاط هستی، در تمام امور زندگیت محتاط هستی. اینی را به نام تقوا یاد میکنه و اینی معیار است
معیار ارزش به نزد الله تبارک و تعالی است. قالت الاعراب آمنا، بادیانشینا آمدن به خاطر از اینکه حاصل کنه بعضی غنیمت‌ها و تا و بالا را، میگفتن ما ایمان آورده ایم. الله تبارک و تعالی میگه ایمان و اسلام فرق داره. ایمان عبارت از اونمون نیروی درونی است، قوت درونی است که جا گرفته در قلب و بعد از او از اونمون قوت، از اونمون نیرو آثارش در بیرون مشاهده میشه. حالی تو مجبور میشی نماز بخوانی، مجبور میشی با مردم احترام داشته باشی، ادب داشته باشی، مردم توهین و تحقیر نکنی، اینی آداب مکمل رعایت بکنی. ایره میگه ایمان. یکی اسلام است که در ظاهر خود وانمود کنی که بله من پابند ازی هستم، لیکن در حقیقت و عمل دیده نمیشه. ایره میگه یعنی انقیاد ظاهری، مطلق ظاهرا خود تسلیم ادعا میکنی لیکن تسلیم نیستی. ایره اسلام میگه. از همون خاطر است ایمان و اسلام اینجا با هم جدا میشه، وگرنه ایمان بدون اسلام معتبر نیست، اسلام بدون ایمان معتبر نیست. یک آدم عقیده و تصدیق قلبی داره باور، لیکن انقیاد ظاهری نداره، تابعگار میگه که من مؤمن واقعی هستم، نماز نمیخونه، شراب میخوره، روزه نمیگیره، نعوذ بالله، هیچ پابندی به اصول اسلام نداره، این مؤمن شده نمیتونه. قطعا زن سرش طلاق است دیگه، اگر قطعی طور شوهر او زندگی میکنه گناهگار است. چرا این نکاح زنا شمرده میشه؟ اگر زن به میسیستون باشه برای مرد جایز نیسته، اگر اولاد باشه از اولاد باید کشیده شوه، عاق شوه. ایره بالکل اگر گپیت نمیگیره کلش از صحنه یا از اجتماع مسلمان ها باید بیرون شوه. چرا؟ به خاطر که دعوا داره از ایمان اما هیچ چیز در ظاهرش دیده نمیشه. یک آدم ظاهر هر چیز میکنه، یعنی نماز میخونه، روزه میگیره، لیکن میگم من سری از این چیزا یقین ندارم، این همون طور قطع شما میخوانم، بس باز کافر است. بازی نکاحش با زن مسلمان یا شوهر برادر مسلمان نمیشه. ایمان و اسلام، اسلام بدون ایمان و ایمان بدون اسلام. یکیش ابتدایش از قلب شروع میشه، در اعمال اعضا ختم میشه، ایره ایمان میگه. از اعمال اعضا شروع شود، در تصدیق قلبی ختم شود، ایره به نام اسلام یاد میکنه. از همون خاطر یکی با دیگه متلازمه این است. اعراب در ظاهر خود مؤمن میگرفتن، دعوا میکردن یک چیزی در دست ما بیایه، اما در حقیقت پابندی دین نداشت، هیچ اعتنا نمیکرد. این آیات ها سخت تهدیدی بزرگ در شان امو مؤمنای هستند، مؤمنای تذکیری و میراثی که داد او از ایمان میزنه اما از ایمان بویش دیده نمیشه. ما این امروز ما از همون خاطر میگم که ما داد از محبت قرآن میزنیم، لیکن محبت قرآن یک دستورش در زندگی ما دیده نمیشه. عجیب محبت است. الله سری از وارد میکنه، درس به ماست که ما اینطور ادعاها نکنیم که در حقیقت چیز نباشه و در زبان گفته رایستیم. قالت الاعراب، بادیانشینا گفتن آمنا ما ایمان آوردیم، مؤمن هستیم. قل بگوی پیغمبر اسلام لم تؤمنو، شما ایمان نآوردی. چرا؟ عمل به آدابی که در این صورت ذکر شد، خصوصا دو ادب اول که در مورد پیغمبر بود، آواز تا کردن، پیش دستی نکردن از دستورات پیغمبر، او را شما عملی نکردی. ولکن قولوا اسلمنا، بگوی که بله ما تابع شدیم در ظاهر، اگرچه در حقیقت در قلب ما ایمان وجود نداره. ولما يدخل الايمان فی قلوب، تا آلی را داخل نشده ایمان در قلبای شما. چرا؟ ایمان اگر در قلب شما داخل میشد حتما اثراتش امروز در عمل از شما ظاهر میشد. کسی که دعوا میکنه اگر درخت از یک میوه است میوهش معلوم میشه، درخت سیب است سیب معلوم میشه، انگور است انگور معلوم میشه. عجیب است. حالی بیت تابعگار بگویم درخت انگور هستم، اما در او انگور دیده نمیشه، در او انگور دیده نمیشه. از او خاطر از ثمره تنبئ عن الشجره، میوه از درخت خبر میده، خبر که اینی فلان درخت است. این رد است بالای او کسانانی که میگه قلب پاک و قلب گپ دایی نیست که تو ریش بمانی، جاب کنی، نماز بخوانی، روزه بگیری، اینطور بکنی. این را غلط میگه، دروغ میگه. این الحاد است، این الحاد است. این دسیسه او نمو کسایی هستند که به نزد از یهودیت و نصرانیت اسلام هیچ فرقی نداره. میگه وام قلب خدا پاک کرده، تم قلب خدا، این دو خطش یک برابر است. او میگه قلب خدا پاک کرده، اینی را میگه. نه، ایمان این را میگه که در ظاهر تو ثمرات از او را ببینی. و این تطیع الله و رسوله، بله اگر شما اطاعت الله را بکنی و رسول الله را بکنی چقدر خوب. راه برتان باز است، همیالی هم ایتو نیست که سر شما راه مسدود شده باشه. ما را همینطور میگه. ما مسلمانان راه سر بر ما تا آلی را در غفلت بودیم، نمیفهمیدیم، نادان بودیم. آلی راه بر ما آسان است. راه آسان کدام است؟ کی ما واقعا مؤمن و مسلمان واقعی میشیم؟ قرآن بر ما معیار گذاشته.
کدام است معیار؟ و این تطیع الله، اگر اطاعت الله را کرده فرامین الله را پذیرفته، و رسوله اطاعت پیغمبر را کرده فرامین الله را به نقشه پیغمبر انجام داده، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، کم نمیکنه الله از عملایتان، یعنی از ثواب اعمالتان هیچ چیزی را، چرا که دستور الله را به نقشه پیغمبر پیش برده. کدام معلمی که برات روان کرده بود برای راهنماییت، مطابق راهنمایی از او دستور الله را پیش برده، یعنی معنای لا اله الا الله محمد رسول الله است. الله در ثواب چیزی را کم نمیکنه. اگر نه که تو دستور الله را قبول نداری یا قبول داری به نقشه پیغمبر انجام نمیدی، باز دعوا نکن که عملم چرا ضایع شد، چرا ثواب عملم داده نمیشه، چرا تو خود نقصان کرده ای، یا دستور الله را قبول نکردی یا قبول کردی خب به نقشه پیغمبر انجام ندادی، از او خاطر در عملت ثواب دیده نمیشه. امروز مردم ما در بدر است، یا در اعمالش اخلاص وجود نداره، برای الله نمیکنه، بلکه خود نمایی است، ختم است، کلش خود نمایی، جای نماز دادن آجی است، گلا پرتافتن است، کلش خود نمایی است. این عمل برای الله نیست. اگر عمل برای الله است، مثل همین پشت مرده ها که دیگار بار میکنیم، این عمل ما خالص به خاطر رضای الله میکنیم، لیکن نقشه از پیغمبر نیست. پیغمبر دیگر رقم نقشه داده، تو دیگر مخالفش دیگر رقم نقشه اختیار کرده ای. اینی را میگه قرآن بر ما، میگه ان الله غفور رحیم. بازم کمی و کوتاهی در هر انسان موجود است. راهش چیست؟ رجوع به الله، توبه کشیدن از همون حالات سابقه خود. الله غفور است، بسیار مهربان ذات است، رحم کننده است. بار بار در مقابل هر گناه الله راه را سر ما بند نمی سازه. کدام انسان است که قصور و کوتاهی نداشته باشه؟ معصوم خو یک انبیا علیهم السلام است. دیگه انسان حتما خطا و قصوری گپا داره. بهترین نعمت الله برای ما است که الله مغفرت میکنه، توبه ما را میپذیره، قبول میکنه، به شرطی که ما توبه کنیم، رجوع کنیم. اما طور میگیم لک بخش است، یک روز روی برای الله نمیاریم. انما المؤمنون الذين آمنوا، مؤمنای حقیقی را الله عالی بیان میکنه. کیست؟ دعوای ایمان کی باید بکنه؟ یقینا مؤمنای واقعی الذين، مردم است آمنوا بالله و رسوله، که عقیده به الله و به رسول الله داره. عقیده به الله داره، نظام الله را حق میپنداره، دستورات الله را مقابلش نمیکنه، به عقل خود رد نمیکنه. و رسولی، به پیغمبر الله عقیده داره. میگه کامیابی و نجاتم فقط در نقشه پیغمبر، در راه پیغمبر است. اینی را ایمان به پیغمبر میگه. او را تعظیم میکنه، او را احترام میکنه، به باد مسخره نمیگیره، در مقابل سخنش سخن نمیگه، پیشدستی از اون نمیکنه، رأی خود سر از اون قدم نمیشماره. اینی را ایمان به رسول الله میگه. ثم لم یرتابوا، بعد از او شک و شبه نکنه، شک و شبه بکنه. ایمان به الله دارن، خب بازم شک داره. چی؟ الله خود قدرت داره، خونه یک کمی ضرورت با آقا صاحبم داریم، با فلان زیارت هم داریم. این شک کرد در قدرت الله، در علم الله، نعوذ بالله، در رحمت الله شک کرد. نه، یک کمی وسیله بکار است. الله خود را گفته ادعونی استجب لکم، از ما طلب کنی، او تو میگی نه یک کمی وسیله بکار است. سیره میگه شک. ولم یرتابوا، شک در مورد الله تبارک و تعالی کردی. الله برات گفت دوباره زنده میکنم، تو شک کردی، نعوذ بالله. شک در مورد الله مختلف صورت‌ها داره. شک در مورد توحید الله، شک در مورد صفات الله، شک در مورد عقیده آخرت، شک در مورد بعث بعد الموت، شک در مورد محاسبه. این شک‌ها برای کفار بوده، برای منافقین بوده. میگه ما ریزه شیم، چطور پس زنده میشیم؟ حساب و کتاب این اعمال ما کی قدر وقت تیر کردیم، گفتار کردیم، کردار کردیم، میره کی شمار میکنه؟ کی میتونه؟ قدرت الله را سری خود قیاس کرده رویست انسان. اینی را میگه شک. ایمان آوردن تقاضای از این را میکنه که بالکل یقین کنی که بله الله هر چیزی را که گفته، بس ان الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قدرت داره، بس به هر چیز. ایمان به الله میگه. و رسوله، به پیغمبر ایمان داره. ثم لم یرتاب، باز شک در مورد پیغمبر نمیکنه. نمیگه که پیغمبر شاید خطا شده باشه، پیغمبر اینی عمل شاید سهو شده باشه، برای ما نگفته باشه، از یادش رفته باشه. شک نمیکنه در مورد پیغمبر. چی رقم شک نمیکنه؟ پیغمبر یک امر انجام داده، آری دلی ما قبول نداره، چرا نماز نمیخوانی؟ ولای تو راسته که چی هستم، ما یک کمی تکلیف دارم، وضو آب برم ضرر داره، خود تمام بزن، دلم بالا نمیکنه. خوب، تو دلی تو از دلی پیغمبر کرده خیلی پاک و صاف است. ما والا در سفر که میرم سنتا دلم نمیشه که ایره ترک کنم. این همین جا بغاوتی است.
که تو خود از پیغمبر کدم یک درجه بالا می شماری. پیغمبر تو خیلی عابد هستی یا پیغمبر؟ تو خیلی متقی هستی یا پیغمبر؟ تو خیلی خشیت از الله داری یا که پیغمبر؟ خود ترک ده سنت، تغییر سنت صبح کیره. شک در مورد پیغمبر. از پیغمبر ثابت است سر جوراب مسح کرده، 13 صحابه کرام هم نقل میکنه، لیکن نه دلیم بالا نمیکنه. پیغمبر نشسته نماز خوانده، دلیم بالا نمیکنه. پیغمبر در سری مرکب در مقابل دشمن در حین جنگ نماز خوانده، دلیم بالا نمیکنه. اینی را میگه شک در مورد پیغمبر. یا ایسته که شده میتونه برنامه غیر پیغمبر یک کمی کامیاب باشه از پیغمبر کرده. چرا پیغمبر در اون وقت و زمانه نقشه مانده؟ زمانه ما خود تغییر کرده، نیاز به تجدید داره. امروز یک تعداد از ملحدین امی گپا پیش میکنه، میگه پیغمبر در زمان کهنه تیر شده، مطابق همون زمان نقشه داده، امروز نقشه های دیگه باید باشه. اینی را میگه شک کردی در مورد پیغمبر. قرآن میگه وقتی تو کامیاب میشی ثم لم یرتابوا، باز شک نکنی. چیزی که از پیغمبر ثابت شد، استنجا به آب شده، بس استنجا با آب بکو ولا دلم پاک نمیشه. استنجا تنها با قلوخ یا سنگ یا قواس شده ولا دلم بالا نمیکنه. نه، پیغمبر که کدام عمل انجام داد، بعد از او هیچ نوع فی گرفته نمیتونه که اینطور است اینطور نیست. اینی را میگه لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم. ایمان آورد به الله و رسول. اول نمونهش معلوم میشه که آیا واقعا ایمان داری به الله و رسول یا نه. جهاد میکنه با مالای خود و انفسهم، مال مقدم کرده. منافقین در نفس حاضر میشد، خود در مال حاضر نمیشد. مال بسیار محبوب برش. چرا؟ کل مقصد زندگیشان مال بود. جهاد میکنه با مالای خود و انفسهم، با نفسای خود. در کجا؟ فی سبیل الله، در راه الله. مال خود دریغ نمیکنه، مصرف میکنه در کدام جایی که خدمت دین الله میشه. و با نفس خود ضرورت پیدا میشه. امروز تو در کار هستی، خیرت است، در فلان جای میریم، اونجا اینطور برنامه است، بس هر رقم کار داشته باشی بگوی فسخه ما در این کار آماده استم. صحابه همینطور بودن و حتی شبای زفاف خود، عروسی خود هم مبدل به میدان جنگ کرده، وگرنه معاف است. کی او را میگه تو امروز توی کرده ای او تو باز برو در میدان جنگ؟ خود صحابه همین رقم مردم بود که اعلان میشد که مال در کار است، مال حاضر بود. اگر نفس در کار بود، نفس حاضر بود. دیگه تو بهانه هیچ گپا را یاد نداشتن که یک چیزی را بکنه. از او خاطر قرآن همیشه بهانه را عذر است کی نقل میکنه؟ از منافقین، از خود صحابه نقل نمیکنه. بلکه صحابه که محض تکاسلی و یک کمی تنبلی کرده، اون از 3 نفر در سوره توبه نمیاد؟ هلال ابن امیه، مراره ابن ربیع، کعب ابن مالک رضی الله عنهم، تا چند روز توبهش قبول نمیشه با محض تنبلی و سستی. و اوتر گروپ بودن. ما امروز انواع عذر بهانه جویی و عذرها را توجیهات برای خود جور کردیم که اینطور است، که اینطور است، که اینطور میشه، که اینطور نمیشه. مال خودم مصرف نمیکنیم، جان خودم مصرف میکنیم. اگر میکنیم هم در راه الله نمیکنیم. بسیار مردمون هم مصرف میکنه خود در راه الله نه، برای خودنمایی، شهرت، مردم بگه که فلانی اینطور است. اینی گپاست. اولئک هم الصادقون. مؤمنای واقعی نمی مردم هاست که در میدان نه از نفس خود دریغ کرده، نه از مال خود در راه الله. بس اینی مؤمنای واقعی است. کیست که نمیشناسه اینطور مردم؟ قل بگه پیغمبر علیه السلام تعلمون الله، یا شما خبر میده به الله تبارک و تعالی بدینکم، بدینتان. عجیب است. ایمان تو آورده ای، آلی نعوذ بالله چیستم منت و احسان سری پیغمبر میگذاری که ما ایمان آوردیم، یا الله را خبر میکنی؟ چی؟ الله خبر داره که ایمان تو حقیقت است یا غلط. ایمان تو برای چی است؟ به کدام مقصد است؟ ایمان تو برای حصول چند مادیات، مال، غنیمت، به امن بودن خودتان، اولادتان، مالتان، به این خاطر است. حقیقت نیست. انوزام احسان سری کی میگذاشتن؟ سری پیغمبر. قل بگه پیغمبر علیه السلام اتعلمون الله، یا شما خبردار میکنه الله را بدینکم، به دینداری خود. والله یعلم ما فی السماوات، الله خو عالم است آن چیزی که در آسمان هاست و ما فی الارض، در زمین است. پس شما را ایمانتان میدانه. والله بكل شيء علیم، الله به هر چیز علم داره. به ایمان شما علم داره که از کدام رو است، به اخلاص است، با وفاداری و صداقت است، یا از روی نعوذ بالله مطالب و مقصدای شوم و غلط دیگه است.
یمنون علیک، احسان میگذاره علیک بالای توی پیغمبر اسلام، ان اسلمو که اسلام آوردن، ما مسلمان هستیم. خب است که مسلمان هستی، ولی چی میکنه؟ الله میگه عجیب است یا نمیفهمه. قل بگه پیغمبر اسلام لا تمنوا علی اسلامکم، منت نگذاره بالای ما اسلام آوردنتانه، بل الله یمن علیکم، بلکه الله احسان بگذاره بالای شما، ان هداکم للایمان، که شما را هدایت کرده به سوی ایمان، این کنتم صادقین، اگر واقعا راست میگه. اونجا میگه یا ایمان نداره، میگه نه، احسان یا منت الله سرتان است که شما را به ایمان هدایت کرده. مراد از این حصول ایمان نیست، یعنی منت و احسان الله سرتان است که پیغمبر روان کرده، راه های هدایت و ایمان براتان بررسی میکنه، بیان میکنه. شما باید شکرگزاری الله را بکنی و الله سر شما احسان بگذاره. الله از این مرض نگاه کنه. یک تعداد مردم همین طور است، یک تعداد مردم 2 رکعت نماز نفل میخونه، باز میگه من زیاد چی کردم، الله هیچ قطمه اینطور نمیکنه. یک روز قطعی دریور ششتیم، والله من هیچ گناهم نمیکنم مولوی صاحب، روزگارش موافقه نمیکنه، که میبینی مردمای دیگر الله اینطور میکنه. عجیب است. تو سری علی احسان سری الله میگذاری که ایمان آوردی. ایمان به کی آوردی؟ الله ضرورت به ایمانی تو داره. تو خوش شو، تو شکرگزاری الله را بکن که بله الله اگر من همینطور مکلف میکردی که به عقل خود سنجش بکن، خود در تباه و برباد میشودی. قرآن روان کرد، پیغمبران را روان کرد، بری تو نشانه ها را بیان کرد. این الله تبارک و تعالی برای یزی که تو از عذاب نجات بیابی. کلی مسائل به این خاطر است که تو عزت پیدا کنی، هم در دنیا هم در آخرت. خود دیگه تو علی احسان سری الله میگذاری. یک ترجمه است. دوم ترجمه الله بلکه الله یمن علیکم، احسان میگذاره، منت میگذاره علیکم بالای شما، ان هداکم للایمان، یعنی همان ایمانی که شما، ایمان دروغی تان که شما ادعا داره، ایمان حقیقی خود نیست، اما ایمان دروغی تان که ادعا داره، امور الله سرتان منت گذاشته، شما سری الله منت نگذاره. همین برادرایی که عقیده توحید دارن پیش ما که میاد بسیار همینطور، یعنی خود اینطور فکر میکنه که یعنی ما این خوب عقیده داریم، تو خوب قدری ما را بکن، عزت ما را بکن. جناب تو شکری الله را بکش که عقیده الله برات نصیب کرده. تو از ما طلب قدر و قیمت نکو. ایمان برای الله تبارک و تعالی آورده. یک کسی بود میگه شما موحدین ایج هستی، خود چی کنیم؟ چی کنیم؟ بازخواست آدم نمیکنی. خود چی دار بازخواست بکنم؟ ما خو علم غیب هم نداریم که تو در کدام مشکل هستی، چی کمک قطعت میتونیم؟ ولاد اینطوری ما اینطور حالات تیر کردیم، اینطور الله برات اجر بده. سختی تیر کردی، حالات تیر کردی، شکری الله را بکش که الله می موقع برات نصیب کرده. برای ما چی میگی که من اینطور کردم اینطور نکردم؟ شکری الله را بکش که عقیده حق الله برات نصیب کرده. بس سر ما چی احسان میگذاری؟ دعا برات میکنم، الحمد، خوش میشیم. هر برادر مسلمان ما که عقیده حق میپذیره، رای حق پیدا میکنه، بسیار خوش میشیم. و چرا؟ به خاطری که آرزوی ما برآورده میشه. آرزوی ما است یک فرد که به نام مسلمان است در جهنم نروه. خوش ما نمیتون خوش داریم. اما سخت‌ترین دشمنی که 1,000,000 مرتبه برای ما دو دشنام زده باشه، انشالله در قلب ما برش نیست که در جهنم بره. من میگم که الله برش هدایت نصیب کنه. در قلب ما این گپا نیست، اما بسیار سرسخت دشمنی ما همین آرزوی ماست. اگر این آرزو را تو پوره کردی چقدر خوب است. الله دیگه هم توفیق برات بده. سری پیغمبر علیه السلام منافقین احسان ما اسلام آوردیم. اسلام آورده چی کنه؟ منظورشان چی بود؟ پیغمبر هم میگفت ما را عزت بده دیگه، ما را قدر بده، مالی غنیمت بده، این ترکو اون ترکو. عجیب است. ما اسلام آوردیم. مجاهدین ما گاهی ما جهاد کردیم. خوب کردی که جهاد کردی، چی کنیم؟ عجیب است. الله رحم بکنه. ان الله یعلم غیب السماوات، یقینا الله تبارک و تعالی میدانه آن چیزی که پنهان است در آسمان ها و الارض، در زمین. از نظر انسان ها کلش الله تبارک و تعالی میدانه. اشاره میکنه که تو در هر جای کدام عمل نیک انجام میدی، مبارزه میکنی، محنت میکنی، برای ترقی، برای پیشرفت دین زحمت میکشی، قربانی میدی، مال قربان میکنی، جان قربان میکنی، آبرو را قربان میکنی، الله سرش عالم است و تو برای الله این کار انجام میدی. بس
از همون خاطر است کسی که نیت و ارادش فقط انجام دادن کار برای رضای الله است و هیچ وقت از مردم توقعی مدح را نمیخواه، بس الله همینطور نیت و اراده را نصیب ما بکنه. چرا تو کار کو از الله پوشیده نیست، الله برات خامخا بدل و عوض میده. والله بصیر بما تعملون، الله خوب بیناست با او چیزایی که شما انجام میده. کدام عمل که انجام میده از روی صداقت و اخلاص وفاداری است یا از روی منافقت یا نعوذ بالله به دست آوردن منافع ظاهری است، کلش الله میدانه. کدام حرکتی که انجام میدی برای ازی که دلسوز استی رضامندی الله به دست بیا، ای مسئولیت خودت در برابر مردمی ادا کرده ای به این خاطر میکنی، یعنی که منظوری تیسته که مقام پیدا کنم در بین مردم، شهرت پیدا کنم در بین مردم، الا که مردم مرا یاد کنه در هر جا که فلان فلان اینطوری. نه، عملت فقط به خاطر رضای الله. الله اخلاص نیت نصیب ما بکنه، بسیار مهم است. خیر اخلاص نیت نیست، این بسیار مشکل مسئله است، همیشه به آدم حاصل نمیشه. ابلیس لعین بسیار تلاش میکنه. عمل انسان وقتی که خوب ثمره میده باز دمو موقع سعی میکنی که امی ابلیس لعین نعوذ بالله ریا را، خودنمایی را، شهرت طلبی را برات پیش کرده رایسته، میگیره عملی تو را برباد بکنه. این بسیار سخت است. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.